طلای سفید لقبی است که برای ابریشم در نظر گرفته شده است. این محصول استراتژیک با توجه به سود فراوان در مدت 42 روز و همچنین سرمایه‌گذاری کم برای شروع این کار و نیاز نداشتن مستقیم به آب باعث شده است تا کشورهای مختلفی سرمایه‌گذاری کلانی روی این صنعت درآمدزا داشته باشند. پرورش کرم ابریشم که به عنوان فعالیت نوغانداری نام گرفته، با پیشینه 4500 ساله در جهان از دیرباز در کشور ما رواج داشته است. ابریشم خام دارای بازارهای مناسب اقتصادی در داخل و خارج بوده و کالایی است که میتواند از بازارهای مطمئن و مناسبی برخوردار باشد. طبق آمار مرکز توسعه نوغانداری، استان گیلان مهمترین منطقه در صنعت نوغانداری است و با تولید 1/3 پیله ابریشم کشور از دیرباز رتبه نخست را دارد. شهرستان لنگرود مانند یک نگین زیبا و چشم نواز در بین کوه و دریا قرار گرفته است. قدیمی‌ترین شهرهای گیلان نیز محسوب می شود که توانسته سنت‌های فرهنگی و تاریخی خود را حفظ نماید. پل خشتی که بر روی رودخانه این شهر بنا شده، نماد قدمت و پیشینه کهن این شهر زیباست که در دوران صفوی از خشت و آجر ساخته شده است. زمین‌های اطراف لنگرود به دلیل آب و هوای معتدل و مرطوب برای کشاورزی بسیار مناسب است. به همین دلیل لنگرود قابلیت بالایی برای نوغانداری یا همون پرورش کرم ابریشم دارد. استان گیلان مهمترین منطقه در صنعت نوغانداری است و با تولید 1/3 پیله ابریشم کشور از دیرباز رتبه نخست را دارد. در دوران حکومت مغول، گیلان از نظر پرورش کرم ابریشم و صنایع وابسته به این کالا با پیشرفت محسوسی همراه بود. محصول ابریشم در گیلان آنچنان پررونق بود که اولجایتو، یکی از حاکمان مغول و 8مین سلطان از سلسله ایلخانان را واداشت تا به طمع ثروت گیلان، به خصوص ابریشم آن، به این سرزمین حمله ور شود. در این دوران ابریشم به عنوان مهریه نیز استفاده می شد. اوج تولید ابریشم در ایران به 400 سال قبل و عهد صفویه باز می گردد که در آن زمان تولید ابریشم خام کشور به 3000 تن در سال می رسید. اما با بروز بیماری پبرین این میزان تولید کاهش یافت و عملاً ابریشم گیلان بازار جهانی خود را از دست داد. احداث کارخانه ابریشم کشی اولین بار در زمان ناصرالدین شاه مورد توجه قرار گرفت. اولین کارخانه مجهز ابریشم کشی در ایران در همون دوران توسط یکی از تجار معروف به نام حاج امین‌الضرب در رشت تأسیس شد. پرورش کرم ابریشم برای کشاورزانی که 0.5 تا 1 هکتار توتستان دارند قابل انجام بوده و مدیریت چنین واحدهایی در سطوح روستایی بسیار عملی و اقتصادی می باشد. دکتر صادقپور از اساتید دانشگاه و از نوغانداران نمونه استان در زمینه پرورش کرم ابریشم بیش از 50 سال است که به شکل خانوادگی مشغول این حرفه می باشد.
با او همسفر می شویم تا از چگونگی پرورش کرم ابریشم و فرایند تبدیل آن به پیله تا تولید نخ توسط دستگاه‌های ریسندگی در کارخانه مطلع کردیم. درختان توت را به صورت خانه به خانه و شطرنجی می کارند و فاصله آنها از هر طرف 0.5 متر تا 1 متر است. ما می‌دونیم که برای پرورش ابریشم نیاز به درخت توته. این درخت توت از نوع اصلاح شده کره‌ای، برگی که میده پهن‌تر از برگ‌های معمولیه و در واقع میزان توناژ برداشت ابریشم هم بالا میبره. معمولا فصل بهار از 15 فروردین دیگه جوانات تقریبا دارن خودشون رو باز میکنن. با آمدن بهار برگ‌های درختان سبز شده و میوه آن نیز برای کاهش کلسترول، کاهش فشار خون، همچنین مقابله با سرطان بسیار مناسب است. در اوایل فروردین برگ‌های آفتاب خورده جهت بردن به تلمبار بریده می شود. تلمبار انبار ساده است که وسط باغ‌های توت ساخته می شود. برای ساختن تلمبار 6 تا 8 تیر چوبی را در زمین فرو می کنند. این تیرها از تنه‌های قطور درختان مجاور تلمبار تهیه می شود. جهت گذاشتن کرم ابریشم بر روی تلمبار ابتدا باید روی تخته‌های چوبی کیسه‌هایی گذاشته شود. سپس برگ‌های تازه را بر روی این کیسه‌ها قرار می‌دهند. نوغانداران این مناطق معمولاً به شکل خانوادگی این کار را انجام می‌دهند تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. سیف الله چیکار داری؟ قشنگونه نیا کن میزه نکنه. نقم کنه داری؟ میزه نکن نیا بکن. چی لازم داری ما بگو. اوشی همانی را برگ برام. باشو بعد بیا باشیده. سیف الله کلی که بکن جبرا چی خانی از جونمو؟ ام چی نگوندار چیزی نموشه برا چیزی ما دیگه تو چی نگوندار مگه؟ نیه؟ چه چیکار پلی که بعد خوشگنون نمی‌داره دیگه بشه. اسکه چهار خیال دیگه بشه بوشون کنه. یه بار نون هم گفت امریکا که 12 روزه. بس دیگه بس. دیرو نری کباب تا بدم گوره. گل ناله بکن. چه ناله بخوردی؟ تو امریکا کی کباب بدای دیری؟ بودی. ما دلیوا. 15 روز تیلمار بردم. ما جا 8 نار تانیه. 8 نار بده امریکا وجودن بیا خد دست میده. چه تانیه؟ ما چاد خیال بود. یکیش فقط پیله باقلی میشه گیره. نه نیست اصلا باقلی خودی اول. مطالعه باشه. 1 کیلو اول. مطالعه باشه. هرچی اولاد دی باست رو دماغی جان نکن. باشو. آقا نقون خوب آقا نقون انشالله امسال گره نبونه. این مرحله اول به کرم ابریشم کنه آوردیم سر تلمبار. این مرحله اول که میذاری حتما بسته پرده بذاریم که کرم ابریشم ریزه کوچولوی نیفته چون چوبم نیست. کم کم بهش برگ میدی. این برگ زمانی که روی هم میمونه کرم ابریشم بزرگ میشه روی این چوبا میمونه دیگه نمیفته. پرده رو میزنیم برای هم. این مرحله اوله. اولین روز ما الان کرم ابریشم رو آوردیم تو تلمبار. انشالله با امید خدا مرحله به مرحله دیگه بعد اینا چون الان برگو چیز کردیم خودشون برگ میخونن کم کم میرن کنار دیگه کل تلمبار همون پر میشه دیگه. برگ من کم اومد برای میذاره پایین بیارم. داخلش آبه. ببین آب گذاشتن که دیگه مورچه اگه احیانا از این مسیر اومد بالا دیگه باید بره پایین از اون آب بیاد دیگه تو آب نمیتونه بره یا غرق میشه. ببین دیگه از گزند مورچه در امان. بعد از اینکه گذاشتن رو تخت حالا همونجوری که الان میبینید اینا تقریبا الان 2 روزه. از امروز بایستی اینا دیگه هرچی تخم تام شد همه لاروا اومدن بیرون. از بعد ظهر بایستی بینا برگ بدن. برگی که میکنه اولا میرن برگایی که آفتاب خوب خورده باشه یعنی برگا مغذی باشن. بعد اینا رو کاملا ریز میکنن با داس.
باید ریز ریز باشه و برگای نرم البته، یعنی روی سرشاخه‌های اولیه ابتدایی رو چی میکنن و روشون میپاشن. همه‌شون توی تخم مثلا رنگشون از قهوه‌ای به سمت مشکی پیش میره، ولی به مرور که پوست اندازی میکنن تا خواب سوم به بعد دیگه رنگشون تقریبا به سمت سفید میره و از خواب چهارم یا اصطلاحاً هم پوست اندازی چهارم دیگه کاملا سفیدن. شما به طوری که وقتی میرن در مرحله آخر پوست اندازی که میکنن اونقدر بدنشون شفافه که شما میتونید قلب و پشتیشون رو ببینید، رودهشون رو ببینید، یعنی کاملا ادرار میکنن دیگه. اون روز دیگه خالی شدن، هیچ برگی هم جلوشون بذاری نمیخورن. از ابتدا از سمت تیره به سمت سفید شدن میرن و این یه دست در واقع یه دفعه اتفاق نمیفته، این هر مرحله به مرحله اتفاق میفته. کرم‌های تازه را در سن اول آنها در منزل بر روی تخت‌های چوبی از برگ قرار می‌دهند. این کرم دارای 5 مرحله تغذیه و 4 مرحله پوست‌اندازی است که به مرحله تغذیه سن و به مرحله پوست‌اندازی خواب گفته می‌شود. این کرم‌ها فقط از برگ توت تغذیه می‌کنند و هیچ غذای دیگری را نخواهند خورد. در این مرحله روزی 2 بار به کرم‌ها برگ داده می‌شود. اینم که اینجوری درست می‌کنیم، گرد می‌کنیم قشنگ. حالا برگم کوچیکه، اینجوری می‌ذاریم. اونایی هم که چسبیدن اینجوری برمی‌داریم می‌ذاریم تو زنبیل. دیگه آماده است برای بردنش. بعد دیگه منم که بچه بودم کسی نبود من نگهداری کنه، با خودشون میبردن دیگه. همونجا زیر تلمبار من میشستم، اونا برگ میبردن، میرفتن نمیومدن، حواسشون به من که نبود. یهویی بابام گفت که اومدم دیدم داری از اینا رو میخوری، اینجا رو زمین افتاده کرما رو داری میخوری. گشنت بود، بچه بودم حالیم نبود دیگه، خوردم اینا رو. آها پر نواندر شد دیگه. پرورش کرم ابریشم معمولاً 42 روز طول می کشد. 15 روز در خانه نگه داشته می شود تا به 2 مرحله خواب خود برسند. بعد از 2 بار خواب در منزل کرم‌ها را برای انتقال به باغ می برند تا 2 خواب دیگر خود را در باغ بر روی تلمبارها طی کنند. در پایان خواب 4 کرم‌ها از اشتها افتاده و از تغذیه باز می‌مانند. در این زمان آنها با تنیدن نخ به سمت تولید پیله می‌روند. تو پیله هم تغییراتی که ایجاد می‌کنه اینه که اینا به سمت شفیرگی میرن، یعنی تقریبا بال در اینها مشخص میشه. از پیله که وقتی در آمدن کاملا یه پروانه هستن، یک پروانه، یه موجود بالغن. خون در اینا هموگلوبین نداره، به جاش هموسیانین دارن، بخاطر همین رنگ خونشون قرمز نیست. اینا دگردیسیشون دگردیسی کامله، یعنی 4 تا تو مرحله شونه. تخم که اولی مرحله موجودی توش به دنیا میاد لاروه، بعد میشن شفیره، یعنی میرن تو پیله میشن شفیره یا پوپ و در نهایت میشن پروانه. پس دگردیسی که اینا دارن دگردیسیشون کامله یا متامورفوز بهش میگیم. اگه یادتون باشه رفته بودیم خونه، اولین مرحله که از تخم میان بیرون حدود 3-4 روز یه پوست اندازی شد، یه پوست اندازی دوم اونجا شد، بعضون اومد اینجا. 2 تا پوست اندازی که سنشونه، هر پوست اندازی سنشونه، سن اول سن دوم تا خونه بود فیلم برداری کردید، سن سوم و 4م اینجاست. یعنی سن 4 رو رد کرده، بعد از سن 4 تقریبا 8 تا 9 روز طول میکشه اینا میرن تو پیله. تو پیله هم برن حدوداً 3 روز 4 روز دیگه میشه پیله صفر میشه، میتونیم برداشت کنیم. این دیگه پیله نمیشه، این الان مریضه دیگه، برگ نمیتونه بخوره، از بین میره.
اینا ببین که راحت اون اینور میکنه، اینو دنبال غذا. این مالیه که همه این کرمایی که در واقع از تلمبار میفته پایین، اینا به طرز عجیبی میخورن، سیر نمیشن دیگه. در اونا باید جمع میشدن میرفتن تو تلمبار دیگه. صاحب تلمبار که میاد میبینه اینا هست دیگه، از عملا زیر تلمبار چیزی نمیمونه، همه رو از جمع در واقع خوراکشون جمع میکنن میخورن. و همونطور که میبینی قطر خیلی خوبی دارن، حسابی میتونن دیگه تلمبار رو خالی بکنن. آره به عنوان آفت دیگه، اینا میشه یکی از اون آفتایی که یا دشمنان کرمه ابریشم. ابریشم باف ناجوره. خب این خطری که الان برگ توتو تهدید میکنه ایناست. حتی سارم اینا رو نمیتونه بخوره. اینا شروع کردن خوردن برگ دیگه. لارواشون برگ خورد، درخت اینجوری لخت میشه. الان اینا اگه تعدادشون زیاد بشه دیگه از این برگ چیزی نمیمونه. شما الان حساب برسید این تعداد این برگ نگاه کن، اینقدر حذف شد از اون برگ اصلیه. سالهای قبل که خیلی دیرتر میبود، امسال فکر کنم به جهت اینکه خود تغییر هوا داریم زودتر شروع شد، اینا هم زودتر اومدن. و حالا خدا کنه که اتفاق نیفته همزمان بشه پرورش ابریشم و همزمانی اون ابریشم باف ناجور. اینجوری باشه که اصلا دیگه برگی نمیمونه. باید حتما با باز کردن گره کیسه تلمبار آشغال‌ها و مواد زائد برگ را از زیر آن تخلیه کنند. ممکن است در این مرحله تعدادی از کرم‌ها بر زمین بیفتند. این کرم‌های ضعیف را جمع‌آوری کرده و به تلمبار دیگری انتقال می‌دهند. نوغانداران با نزدیک شدن به انتهای فرایند پرورش کرم ابریشم باغ خود را از شاخه‌های اضافی تخلیه می‌کنند و آنها را یکجا جمع و سپس آتش می‌زنند تا آفات موجود آن را از بین ببرند. با سپری شدن مدت 42 روز اکنون تلمبارها پر از پیله می‌باشند. پیله های تولید شده با کمک خانواده از شاخ و برگ‌های درخت توت جدا شده و در گوشه زیر تلمبار ریخته می شود. خریداران پیله در این مدت به باغ‌ها سر زده تا محصول با کیفیت نوغانداران را خریداری نمایند. پیله ها پس از جمع‌آوری و جداسازی به کارخانه ریسندگی انتقال می‌یابند. ببینید آیش دوستان یه با مورد نیه. پیلش ببینید نه رنگی نه فلان نه پیله خوب. پیله خدای خوب. همینطوره. اونم میشه. تی همینطوری که ما هیچ همینطوره. نه اصلا اون ما بیچی ما رو نه. آره. دلال اومد بالاخره پیروز خرید و دیروز خرید 150 که 500. امروز هم بالاخره ما رو لجبازی گفتیم میخوایم خوش کنیم. بهش گفتیم 155 کمتر نمیدیم. اونم اومد گفت 155 خدا خیر بده. ما هم بهش فروختیم. فکر کنم تخم نوغان امسال بهترین تخم نوغان بود. پیداش هم خوب بود امسال، خدا رو شکر. مورد نداشتیم. بالاخره خوب بود. امسال عالی بود. سالهای گذشته اینجوری نبود. جنس این پیله ها از لیف پروتئینی که با ماده چسبناکی به نام سیریسین به هم چسبیدن تشکیل شده است. کرم‌های داخلی پیله از دو راه، یکی با آب 60 درجه و دیگری توسط بخار در مدت کوتاهی کشته می شوند. اگر این عمل صورت نگیرد، کرم‌ها به صورت پروانه در می آیند و با سوراخ کردن پیله از آن خارج می شوند. در چنین حالتی ابریشم این نوع پیله دیگر قابل استفاده و فروش نخواهد بود. پس از حرارت دادن نخهای ابریشم از پیله جدا شده و به شکل منظم
در قرقراهای مخصوص به خود قرار می‌گیرند و پس از آن برای عرضه به استانهای دیگر جهت استفاده در صنایع فرش، لباس و پزشکی فرستاده می‌شود. این در حالی است که ایران در بین کشورهای جهان رتبه 8 را در صادرات پیله ابریشم دارد که حدود 27,000 نقاندار نیز مشغول به این کار میباشند. پس بنابراین برای من صرف نمیکنه. فقط من صرفا اینجا میام، بچهای ما دوست دارن با این آقا فامیلیم میایم اینجا این کار انجام میدیم. وگرنه نگاه به اون گردن منو داراکولا زده، همون جای بدن من داراکولا زده. این بهتره یا ساعت 3 بعد ظهر هفت صبح من برم بنایی روزی 250 تومن بگن ساعت 3 و نیم من بیام خونه. از اول طفولیت من نوغان دوست داشتم، تا الانم دوست دارم. اصلا نوغان بوس میکردم، گرفت از این تلوار بوس میکردم، دو دستم میذاشتم. ولی الان دیگه پیش شد. نباید دولت صرف نظر بکند، کشاورزیره. همه که باچه هم به خدا و اون هم داد فریاد میکنن. این هم مسئول ماست دیگه. نمیشه همه رو مزرعه درست کرده. کشاورز امید دارد، از دولت محترم امید دارد، خانواده طفل‌ها از پدر مادرشون امید دارن که فردا به اون برسن. نرسیدن نه او طفلش میشه نه او خانواده. بگیم خدا پیغمبری این همه دادو کنیم امی باید اصلا هیچی، یعنی مسئولین برای من هیچ حمایت نکنه. اندی موقعی که ما برشم بونه بیشوی دونایرینو یه تم گارن مثلا امسال جناب علی پیدا بوی ما یه فیلم برداری کردی انشالله تعالی برای صحابه برای نقاندار از من تمام. از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه. کجاست اون کوچه، چی شد اون خونه، آدماش کجان خدا میدونه. بوته یاسم بابا جون هنوز گوشه باغچه توی گلدونه عطرش پیچیده تا 7 خونه. خودش کجاست خدا میدونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.